سلام علیکم. امروز میخوام یه نیم رو اسفناج تقدیم نگاه مهربونتون کنم. یعنی عضو جدیدمون نیست، زمستونا داریم. آره، تشریف بیاری. روغن، زیر گاز روشن، گرمش میکنیم. اسفناج رو از قبل آماده کردیم، تر و تمیز. لا اله الا الله. یه لحظه صبر کن. A few moments later. اینم یه ذره رو مخه. زردچوبه، فلفل سیاه، نمک، فقط. تخم مرغ هم بهش اضافه میکنیم. بله میدونم میکروفون دارم، چیزی برای گفتن ندارم. قشنگ همش میزنی و به دو صورت یه مقداری شل میتونی استفاده کنی. این الان آماده است. به غذای سالم، خوشمزه و مقوی. بیبرم میریزیم روشو.